خب ببینید یه مقداری کودکتون توی عضلات در واقع فلکسور گردنش ضعف داره که حالا ما باید اینا رو تقویت کنیم. خب توی همون حالت نشسته هم حرکتی داشتین انجام میدین، از دستا گرفتین دارین میارین بالا، انجام بدین، نیروی نداره، بذارین مقداری گریه کنه کودکتون. خب ولی باید عضلات گردن تقویت بشه دیگه، بیارین بالا تا اینکه گردنشو بیاره بالا. اگر گردنشو نمیاره بالا و کلا میندازه و روی زمین میمونه، حالا ببین از شونه هاش بگیرید، خب کمک کنید تا بیاره بالا. باز این سطح هم اگر براش سخته، یه مقداری از پشت کتفش بگیرید و یکی دو تا از انگشتاتون رو بزنید پشت گردنش و حالا شما کمک کنید که گردنشو بیاره به سمت بالا. در واقع از پایین ترین سطح یا همین آسون ترین سطح شروع کنید تا گردنشو بتونید بیاره به سمت بالا. بعد ببین فقط اینکه شونه ها رو بگیرید، بعد اینکه همزمان دستاشو گرفتین حالا بتونید گردنشو بیاره بالا. این میشه یکی از تمریناتمون. یکی از تمریناتمون اینه که حالا شما در واقع پتو رو میپیچونید، یا حالت رول مانند ایجاد میکنید، یا حالت نیم دایره پتو رو میپیچونید، بعد سر و گردن کودک باید بیرون از پتو باشه، خب که میخواد سر بیفته و کودک کنترل میکنه و سرش رو میاره به سمت بالا. یکی این حالته. یا حالت هم حالا اگر سطح شیبدار دارین توی خونتون، به عنوان مثال اگر شما یه همچین سطح شیبداری دارید، میتونید کودک رو بذارین روش، یه مقداری سر و گردن بیرون باشه تا سر گردنش کنترل کنه نیفته پایین. خب اگر این براش سخته، خیلی نمیخواد سر و گردن رو ببرین بیرون، یه مقداری از سر رو میبرین بیرون، بعد که اینو به دست آورد حالا مثلا کل سر، بعد حالا گردن هم میره بیرون تا اینکه بتونه کنترل کنه و سرش رو بیاره به سمت بالا. چون احتمال زیاد هست که خانواده ها سطح شیبدار نداشته باشن، این حرکت رو میتونید در واقع با پای خودتون انجام بدید. به این حالت دو زانو میشینید، کودک رو میذارید اینجا، حالا سرش بیرونه، بعد کم کم اینو درجه بندی افزایش میدید تا کودک بتونه سرش رو نگه داره. همزمان هم از اسباب‌بازی‌های مورد علاقه و در واقع صدای خودتون اینها استفاده میکنید تا توجه کودک جلب بشه و برای دیدن اون چیز سرش رو بیاره بالا. حالا این برای در واقع عضلات فلکسور گردن بود. تمام اینها رو برای عضلات دیگه گردن هم میتونید در واقع شما انجام بدید. حالا همون بحث بالشی گذاشتیم، میتونه کودک گفتم یه مقداری بره بیرون، حالا میتونید به سمت بغل بزنید که عضلات این سمت تقویت بشه و کودک بتونه سرشو بیاره حفظ کنه. اگر سر میفته، شما با دست رو میارین چند ثانیه نگه میدارید، بعد ول میکنید، بعد دوباره آروم سر میره پایین، دوباره میارین نگه میدارید، بعد دوباره این اتفاق رخ میده تا کم کم این عضلات تقویت میشه. حالا به این بغل میزنید برای عضلات این سمت، به پشت میزنید برای عضلات پشت گردن. البته عضلات پشت گردنش خوب بود و تا حد نسبی رو داشت و نیاز خیلی نداره که بخوایم این پشت رو تمرین کنیم، ولی بیشترین حالت همون عضلات در واقع فلکسور گردنیش میشه. گفتیم که همین حالت بالشت رو در واقع یا همون زانوهاتون بزنید که سطح شیبدار ایجاد کنید، یا پتو رو بپیچین که این کار رو انجام بدین. همه رو میتونید برای در واقع عضلات بغل گردن یا در واقع پشت گردن هم انجام بدید. یعنی مثلا همون حالت دو زانویی که قرار دارین، کودک میتونه به این سمت باشه، فقط حواستون باشه که سر نیفته که در واقع چونش بخوره به زانوی شما، یه حمایت نسبی داشته باشه. یا به سمت بغل میتونید بذارید یا حالا به اون بغل. و یه موردم توی حالت نشسته است. یه کودکتون بیارین توی حالت نشسته، به عنوان مثلا سر میفته، شما سر میارین توی مرکز، نگه میدارین چند ثانیه، کودک یه کنترل نسبی میگیره، بعد ول میکنید، یه چند ثانیه نگه میداره، دوباره میفته، دوباره حالا میارین مرکز، حالا ممکنه به این سمت یا به این سمت بیفته، به هر طرفی که افتاد میارین دوباره سمت مرکز، دیدین که کنترل به دست آورد، ول میکنید، باز دوباره میفته، دوباره این کار رو ادامه میدین تا کنترل گردنش رو به دست بیاره.